یکی از مادرها را آورده بودن سکته مغزی کرده بود و این خانم از پنشیر بود، از بازارک پنشیر. خیلی یک خانم با عزت بود و خیلی یک خانم فامیده بود، خانمی که خیلی کشور خود دوست داره. وقت دلیلش از سرچ کردیم که چرا این سکته ذهنی کرده، به خاطر یکی از تلویزیونایی که کل روز تبلیغات ضد افغانستان مندازه که امروز افغانستان سر بریده شد، امروز افغانستان فلان کشت، امروز افغانستان او را کشت. بازی خانم گفته بود که وطن ما خود تباه شد. این از لحاظ ذهنی کنترل ذهنی است. رسانه های کار خیلی خوب کرده میتونه. سرش فشار آمده بود که خوب مده ایران زندگی میکنم، اینجا میگه افغان کثیف در کشور او حالت است، امیاینده ما چی میشه. سر ذهنش فشار آمده سکته مغزی کرد. بعد از سکته مغزی زن آوردن به افغانستان. میگه بچه اینجا خیر و خیرتی است، اینجا خوب نه حکومت با ما غرض داره، نه کسی را میکشه. خوب کنترل ذهنی باز به این حد وحشتناک هم شده میتونه، به این زندگی ها هم تباه کرده میتونه. یک مثال شخصی دیگه بتم که هر کس خود دریابه و از خود نجات بده. در امریکا امی پالک گرفته بودن، در قوطیا انداخته بودن که ایره باید به اطفال بدین که ویتامین سی داره. آلی پالک هیچ کس نمیخورد و اینا میلیون ها و بیلیون ها دلار سریزی سرمایه گذاری کردن. خب چی کنیم؟ کمپانی خود سقوط میکنه، حکومت سقوط میکنه، پالک خود خیلی سرمایه گذاری کردیم. این همی سایکیاتریستا و روانشناسا را خواستن، گفت یک کارتونی جور میکنیم. یک کارتونی جور کردن که ددانیزو یک رقم سیگرت از نلقگه که دراز که داره، شاید دوستا ببینه اگه برش تصویر نشان بدیم. باز مثلا یک دختر در خطر است و ای باید کمکش کنه، ای دمو سیگرت خودی پالک هم اندازه کش میکنه که این اندام کته میشه، میره دختر نجات میده. بعد میفهمی چی شد؟ اونمو پالکه که اینا فکر میکردن که 10 سال فروخته نمیشه، اطفال میگفت برای ما اونمو پالک بیار که کارتونی میخوره قوی میشه. یا هم مثال پیتزا را براتون بتم، سریال سنگ پشتا. و جالب چیز سریال سنگ پشتا منم فهمیدم بگویم، یعنی در یک جای ما کار میکردم و برای ما سریال سنگ پشتا را پروژهش آمد و گفت که سریال دوبله شدگی برای شما داده میشه، شما نشر کنین، باز در بدل هر ایپیش برای شما اینی مقدار پول میده. پیش من سوال بود، گفتم سریال هم اینا میاره و میگن به ما جور شدگی نشر کنین، باید از ما پیسه بگیره، چطور به ما پیسه میده؟ گفت خب نمیفهمیم پیسه میده نشر میکنیم. بعد از اینکه سریال سنگ پشتا نشر شد، پیزا خوری در افغانستان رواج شد و اکثریت مردم پیزا میخرید. در سریال سنگ پشتا چی بود؟ قبل از جنگ پیزا میخوردن، بعد از جنگ پیزا میخوردن، در حالی که مردم افغانستان هیچ پیزا رو نمیشناخت و طفلا مجبور میکرد مادر پدر خود چیست؟ چرا تهیه شده؟ چرا ما نمیخوریم؟ در کجا است؟ پس این بازی به خیلی شکل شدید میشه پیش بره.